چرا بیشتر حیوانات صدای عذاب مردن از داخل قبر میشنود ولی انسان ها نمیتواند بشنود، در حالی که انسان ها باید بشنود و عبرت بگیرد و از کارهای بد اونا دست بردارند و به کارهای خوب دست بزنند. بیاین که به حقیقت این موضوع بپردازیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید خداوند متعال به چشمان و گوشهای انسان ها پرده گذاشته، چرا که یک انسان اگر عذاب قبر را بشنود صدایش یا با چشمای خود ببیند، او تمام زندگی سرش به سجده خواهد ماند، دیگه هیچ کار نخواهد کرد. خب اگر تو باشه مقصد آفرینش دنیا خو هیچ میشه دیگه، تمام میشه دنیا، همگی سر به سجده میگذارند و هیچ کار دیگه نمیکنند. و بدون شکی امتحان الله متعال است تا ببیند که هر بنده چقدر به الله متعال صادق است و چقدر عبادت میکنه و چقدر از اوامر الله متعال اطاعت میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید در جمعه وقت میت در قبر گذاشته میشوند صدای عذابش شنیده می شود، حیوانات و پرندگان می شنوند ولی انسان ها نه. در اخیر دعا می کنیم که الله متعال ما را از عذاب قبر و از آتش جهنم نجات بده. حتما در قسمت کامنت آمین بنویسید.